سلام به همگی، خوش اومدید به یه قسمت دیگه از درس‌های کتاب Practical American English. در این قسمت، در واقع درس 3 قسمت اول، ما میخوایم کلمه but in رو یاد بگیریم که یک فعل هستش. بریم با هم دیگه اولین مکالمه رو بخونیم. تایتل این درس هستش to butt in. to butt in یعنی دخالت کردن، مثلا بپری وسط یه چیزی بگی، یه نظری بدی وقتی کسی ازت نظر نخواسته. یا فضولی کردن هم میشه. definition معنی to interrupt یعنی قطع کردن حرف کسی یا وسط چیزی پریدن. یعنی بپری وسط دوباره همون یه حرفی بزنی. to intrude یعنی همون به زور داخل شدن درون یک بحثی یا مزاحم شدن. or interfere هم به معنای دخالت کردن هستش. حالا در واقع این کانورسیشنی که اینجا میبینید اسم درسمون گاسیپ هستش. گاسیپ یعنی در واقع پشت سر کسی حرف زدن. این کانورسیشنی که میبینید بین دو نفره به نامهای جری و اندی. جری میگه I heard that he was fired from his last job. جری میگه که من شنیدم که اون در واقع he was fired یعنی اخراج شده از شغل قبلیش. اینا دارن گاسیپ میکنن، یعنی در واقع پشت سر یکی حرف میزنن، غیبت میکنن. اندی میگه Yeah, I heard that too. آره منم اینو شنیدم. I also heard that he lied about being sick. من همچنین شنیدم که اون دروغ گفته راجع به مریض بودنش. And missing work yesterday. و این که مثلا کارشو نیومده، دیروز سر کار نیومده. جری میگه Yeah, I bet he just overslept. I bet یعنی من شرط میبندم. He just overslept. Oversleep یعنی در واقع بیش از حد خوابیدن، خواب موندن که گذشتش کرده دیگه. یعنی مثلا میگه که آره من شرط میبندم که اون اصلا خواب مونده. He seems so lazy to me. اون به نظر من خیلی تنبل میاد. Seems به معنای در واقع یعنی به نظر رسیدن. Lazy هم یعنی تنبل. He moves so slowly and just mopes around. میگه که خیلی آروم حرکت میکنه و همینجوری لخ میکنه. همینجوری انگار مثلا یکی با حالت بدبختی و خستگی بخواد راه بره، مثلا همینجوری پاشو بکشه رو زمین یا مثلا قور بزنه و راه بره. Moping around این معنی رو میده. Whenever I try to strike up a conversation with him, هر وقت که سعی میکنم یک conversation یا یه مکالمه رو با اون شروع کنم، strike up یعنی شروع کردن. It's miserable یعنی واقعا این خیلی مثلا خیلی conversationمون خیلی بدبختانه است، یه همچین حالتی میده، خیلی وحشتناکه. It's like pulling teeth trying to get him to say anything. میگه خیلی سخته، مثل دندون کشیدنه. میخوان بگن یه چیزی خیلی سخته، میگن مثل دندون کشیدنه که تلاش کنی که در واقع اون یه چیزی بگه. سارا میگه، سارا این وسط وارد بحث اینا میشه، میگه Hey guys, I'm not trying to butt in. میگه بچه‌ها من نمیخوام که دخالت کنم یا مثلا فضولی کنم بپرم وسط. But I just think you should know that. ولی من فقط فکر میکنم که شما باید بدونید Andy wasn't at work yesterday because his grandfather passed away. میگه اندی دیروز سر کار نیومد به خاطر اینکه پدر بزرگش فوت شده. Pass away به معنای فوت شدن هستش. Jerry and Andy are gossiping about their coworker. میگه جری و اندی دارن غیبت میکنن راجع به همکارشون. Sarah hears their conversation. سارا میشنوه مکالمه اونا رو and interrupts و مثلا حرف اونا رو قطع میکنه، میپره وسط to reveal truth to her coworkers. تا افشا کنه حقیقت رو راجع به در واقع برای همکارانش.